با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان سوگوار در سوگ لاله های سوخته میبارند. با کشورم چه رفته است که گلها هنوز داغ دارند. ای خشم ماندگار، ای خشم خورشید انفجار، ای خشم تا جوخه های مخفی اعدام در جامه های رسمی آنک هزار لاشخوار، ای خشم مثل هزار توسن یالافشان خون شیهه بسته است بر این ویران. دیگر ببار ای خشم، ای خشم چون گدازه آتش فشان ببار روی شب شکسته استعمار. اما دریغ و درد که جبریل های او با شهپر سپید از هر طرف فرود می آیند و قلب عاشقان زمان را با چشم و چنگ و دندان می خایند. با کشورم چه رفته است که از کوچه های خفته شهر با قلب سربداران با قامت قیام انبوه پاره پوشان، انبوه ناگهان، انبوه انتقام نمی آیند. دیریست قلب عشق در گوشه های بند شکسته است، چندان ز تنگنای قفس خواندیم که از پارهای زخم گلو بسته است. ای دست انقلاب، مشت درشت مردم، گل مشت آفتاب، با کشورم چه رفت؟